با درود به یکایک شما، به همه آنهایی که این لحظه ما رو تماشا دارید و به همه آنهایی که بعداً ما رو تماشا خواهند کرد. شعله گلخوجه هستم، چون همیشه در آغاز باز یک روز نو در صبح بر وقت در خدمت شما. امروز 21 نوامبر است، روز چهارشنبه، نیمه هفته و اطمینان دارم که روز خود را خوب شروع کرده باشید و چند دقیقتان را چون همیشه با ما و با رادیو آزادی برای شنیدن خبرهای تازه میبخشید. قبل از اون که من با تقدیم خبرها شروع کنم، چون همیشه نخست نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوا. در پراگ هوای ما خنک است، احتمال دارد که شام امروز نخست باران و سپس برف بارد. گرمی 3 درجه را تشکیل خواهد داد. در مسکو پایتخت روسیه امروز برف میبارد و سرد هم می شود هوا و هوای سرد اونجا به 1 درجه برابر خواهد بود. امروز در دوشنبه هوا ابری و بارانی پیش بینی شده است. انتظار می رود که بگویی باران بارد و حرارت در دوام روز 15 درجه گرم شود. اکنون نگاهی میاندازیم به آنکه در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. همکاران ما میگویند از شام دیروز شرکت موبیلی ایتیسل بدون کدام یک آگاهی تمام زنگ‌های ورود از داخل شبکه را محدود کرده. همین طرف دسترسی به اینترنت هم از این شرکت قطع شده است. خود شرکت در شهری چنین تصمیمش انجام کارهای تکنیکی را سبب پیش می‌آورد، اما باید گفت که این حالت الکی 16 ساعت به گفته همکاران ما ادامه دارد و ده‌ها مشتری این شرکت از سراسر کشور می‌نویسند که نمی‌توانند با شرکت‌های دیگر از قبیل بابلون، بیلاین و میگافون تماس بگیرند. خب باید گفت که اکثر کاربران این شرکت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت سوق زندگی میکنند و آنها نیز در این باره شکایت دارند و همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و ما حتما در جریان روز هر تفصیلاتی که شد برای شما خبر خواهیم داد. ضمناً در رابطه با خط ارتباط در ولایت مختار بدخشان که طوری گفتیم اکثر کاربران این ولایت از شرکت ایتیسل هستند، آنها میگویند که هنوز از روز 6 نوامبر بعد آن که گرد همایی در اونجا بود، شروع از اون روز آنها حتی به یگانجا زنگ زدن نمیتوانند و همین گونه کاملا به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند و باید گفت که تا به حال هیچ که از نهاد رسمی و خود شرکت نیز در این باره اظهارات پخش نکرده است. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا در گزارش امسالش تاجیکستان را دیگر باره به فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص وارد کرد. این گزارش روز 19 نوامبر نشر شد و تاکید می‌کند که سال 2017 در تاجیکستان تعقیب افراد با اتهام پیروی از گروه سلفیه ادامه یافت و یک روحانی کلیسای پروتستانتی و عضو گروه شهیدان یهوه پشت پنجره رفتند. سال 2017 به تاکید مؤلفان گزارش نظارت از فعالیت‌های مذهبی افزایش یافت و مقامات این نوبت علامت‌های مذهبی بودن شخص مثل داشتن ریش، پوشیدن حجاب، برگزاری ضیافت‌های مربوط به عروسی و مرکه عزا را زیر نظارت گرفتند. این چنین تعلیم عالی دینی محدود شده، تلاش‌ها برای محدود کردن تجلیل عید رمضان نیز مشاهده شده است. در گزارش آمده است که خویشاوندان حقوق‌شناس زندانی، بزرگمهریار و اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند، ولی مقامات دولتی از جمله کمیته دینی تاجیکستان با ارزیابی‌های مؤلفان این گزارش راضی نیستند و میگویند کمیسیون آزادی‌های مذهبی بدون تحلیل واقعی گزارش خود را نشر کرده است. گزارش 221 صفحه‌ای که 9 صفحه‌اش به تاجیکستان بخشیده شده است و شما آن را میتوانید تفصیلاتش را در وبسایت رادیو آزادی مطالعه کنید. اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه کوین کووید روز 20 نوامبر با مقامات ارشد دوستانه کل و وزارت امور خارجه تاجیکستان موضوع آشوب در زندان خوجند را بررسی کرد. در این باره مقامات سفارت آمریکا در دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند. در اظهارات مختصر گفته می شود که این ملاقات با هدف آشنایی با اقدام‌هایی که حکومت تاجیکستان در امر تحقیق قانون‌شکنی‌های احتمالی انجام داده است و هم پایفشاری به تطبیق شدن قانون برگزار شد. در اظهارات آمده است که حکومت آمریکا از حکومت تاجیکستان سپاسگزار است که امکانی برپا کردن چنین یک مکالمه را فراهم آورد.
سفارت تلاش‌هایش را به حمایت حقوق انسان در تاجیکستان ادامه می‌دهد. گفته می‌شود در این اظهارات جزئیات گفتگوها نشر نمی‌شود و باید گفت که شام روز دوشنبه در سفارت بریتانیا ملاقات سفیران آمریکا و کشورهای اروپایی مستقر در دوشنبه برگزار گردید. کوین کوورد اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه در یک مکاتبه با رادیو آزادی گفت که ملاقات با فعالان حقوق با هدف جمع‌آوری معلومات درباره حادثه شب 7 و 8 نوامبر برگزار شد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که در آشوب زندان 3 شهر خوجند 10 نفر کشته و زخمی شدند که مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح نمیدهند. تشخیص اودیتوری برق توجیک ثابت کرده است که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیتش 3 میلیارد و 406 میلیون سومانی زیان دیده است. اودیت یا تشخیص حسابداری برق توجیک را شرکت اودیتوری انجام داده است که مرکزش در شهر بخارست پایتخت رومانیا است. نسخه خلاصه اودیتوران روز 20 نوامبر دسترس رادیو آزادی شد. اودیتوران شرکت در یکی از بندهای خلاصه‌شان نوشتند فعالیت برق توجیک با نامعینی عمیق روبرو است. بر ضمن زیان مالیوی بیش از 3 میلیاردی عهده‌داری‌های مالیوی هولدینگ از دارایی‌های کوتاه مدت دیده 8.5 میلیارد سومانی بیشتر بوده است. با نظر داشت این وضعیت اودیتوران در خلاصه‌شان نوشتند این و دیگر مسئله ها نامعینی عمیق را در کار شرکت نشان می‌دهد و امکانیت ادامه فعالیت گروه را منظور یعنی شرکت برق توجیک است در آینده نزدیک زیر شبهه جدی قرار می‌دهد. فعالیت شرکت برق توجیک هر سال از جانب یک شرکت اودیتوری بین‌المللی سنجیده و سود و زیانش برکشیده می‌شود. اودیت هر ساله شرکت یکی از صلابات صندوق بین‌المللی پول و است که بعد از ماجرای استفاده غیر هدفمند مبلغ‌های این سازمان در سال 2008 در تاجیکستان میباشد. تا زمان نشر این گزارش پاسخ شرکت برق توجیک در مورد سبب‌های به وجود آمدن چنین زیان مالیوی هنگفت تنها در یک سال 2017 دسترس نشد. اما بنا به اطلاع آخرینی که شرکت برق توجیک به مطبوعات اعلان کرده بود اهالی از این شرکت بیش از 600 میلیون سومانی قرضدار است. به جز اهالی اینچنین پایگاه‌های آبکشی و شرکت تالکو از قرضداران بزرگتر شرکت برق توجیک هستند. آناتولی کالسنیچنکو متخصص ساحه انرژتیک تجربه کاری بیش از 30 ساله در تاجیکستان دارد میگوید زیان مالی و قرضداری برق توجیک قبل از همه بنابر ارزانی نرخ نیروی برق و سری وقت پرداخت نشدن پول آن به وجود آمده است. هرچند حکومت تاجیکستان به خاطر کاهش دادن قرضداری و خودکفا شدن شرکت نرخ نیروی برق را از 1 نوامبر 15% بالا برده برای اهالی 1 کیلووات ساعت نیروی برق را حدود 20 درهم مقرر کرد. پس از صدور این قرار برق توجیک هم با نشر یک بیانیه گفت بالا بردن نرخ نیروی برق ناگزیر است. به قول مقامات شرکت چون که تحلیل ها از طرف متخصصان ساحه و کارشناسان بین‌المللی نشان دادند که برق توجیک با تعرفه های پیشینه یگان امکانیت نداشت از قرض رها گردد و در لایحه های اینوستیسیونی بین‌المللی شرکت نماید. بنابر اطلاع آخرین برق توجیک که به مطبوعات آشکار کرده بود مجموع قرض‌های آن به مرز 12 میلیارد تومان نزدیک شده است. نامگوی اداره‌هایی که برق توجیک از آنها قرضدار است نیز خیلی زیاد بوده از وزارت مالیه، نیروگاه‌های سنگتوده 1 و سنگتوده 2 تا اوریون بانک را در بر میگیرد. خب بینندگان عزیز در این قسمتی صحبت رو می‌آوریم به خبرهای جهانی و به همه اونهایی که همین حالا به آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب پیوستند بار دیگر درود میگیم و تشکر میگیم که ما رو تماشا دارید. حمله مکتب لبانه به جمع آمدی بزرگ در کابل دست کم 43 نفر را قربان کرد. در این باره مقامات افغانستان خبر دادند. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح به رادیو آزادی گفت در ترکیش روز 20 نوامبر که جمع آمد بخشیده به مولود پیغمبر محمد را هدف قرار داد 83 نفر دیگر آسیب دید. از جمله گفته می شود که وضع 24 مجروح خیلی جدی است. مدیر مهمانخانه که جشن مولود پیغمبر در آنجا برگزار می شد به خبرگزاری افپ گفت که مرگ طلب خود را در بین معرکه منفجر کرد. مسئولیت این حمله پرقربانی ماه روان را تا حال هیچ گروه برداشت نگرفته است. در گذشته جنگجویان طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی روحانیان هماهنگ با حکومت افغانستان را بارها هدف قرار داده بودند. امروز در دبی اینترپول پلیس بین‌المللی نامزدی نماینده روسیه گنرال مایور الکساندر پراکاپچوک را به آوازدهی خواهد ماند. منعقدان کرمل، قانونگذاران امریکا، بریتانیا و چندین کشور دیگر ابراز داشتند که انتخاب پراکاپچوک اینترپول را بر راه خطرناک میبرد، زیرا مسکو بارها امکانات اینترپول را برای تطبیق هدفهای سیاسیش استفاده کرده است.
پیش از آوازدهی امروزه آمریکا گفت که از نامزدی نماینده کره جنوبی کیم یونگ یانگ که حالا رهبری موقت اینترپول است پشتیبانی خواهد کرد. پرزیدنت پیشین و رئیس حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان المازبек اتامبویف روز 19 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون اپریل گفت که در اصل امروز نمایشگری ادامه دارد، یعنی منظور مبارزه ظاهری با فسادکاری است. اتامبویف بر این نظر است که آدمان به این فریب باور میکنند زیرا سربازی را بازداشت کردند، اما در واقع در همان گمرک دزدان عالی حکمرانی دارند و بودجه قرقیزستان از این کار میلیاردها را از دست میدهد. این نمایشگری چه عاقبت ها دارد؟ مبارزه ظاهری با فساد در دور آقایف هم بود، در دور باقیف هم دوام داشت، گفت وی. المازبек اتامبویف که در انتخابات گذشته از پرزیدنت فعلی سورونبای جیمبکوف پشتیبانی کرد، بعداً به منقد سیاست‌های او تبدیل یافت. جیمبکوف یک چند مقامدار رو که گفته میشد از طرفداران پرزیدنت پیشین بودند از مقام سبکدوش کرد و بعضی ها بازداشت شدند. المازبek اتامبویف درباره بازداشت سروزیر پیشین سفر اسحاق و رئیس پیشین شهر بیشکک کوبانچیبک قولماتوف اظهار نظر کرد. او گفت که این حبس انتقام ستانی از سفر اسحاقوف است. وی افزود قولماتوف را برای چی بازداشت کردند؟ برای اینکه وی تلاش کرد گمرک را از آدمان رحیم پاک کند. در یاد دارد که در گمرک اوش پرداخت‌ها یک بار 10 برابر بالا رفتند. این پول کلان است. مز برای همین قولماتوف را حبس کردند، گفت رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان. نسبت به آنها با ماده فسادکاری و سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز شده است. رئیس پیشین شهر بیشکک روز 19 ایول بازداشت شد. نسبت به او هم با ماده فسادکاری پرونده آغاز گردیده است. محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی تاجیکستان روز 28 نوامبر به سنت پترزبورگ سفر میکند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی، سفر کوری محمد سعید عبیداللهیف با هیئت پارلمانی به روسیه با دعوت والنتینا ماتوینکا رئیس شورای اسامبله بین پارلمانی کشورهای ایدم، پیتر ماورر پرزیدنت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و پیتر ریابوخین کاتب مسئول اسامبله پارلمانی صحبت صورت میگیرد. به اطلاع منبع سفر عبیداللهیف به سنت پترزبورگ تا 1 دکامبر ادامه یافته و رئیس مجلس ملی تاجیکستان طبق برنامه در کاری جلسه های شورا اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. در این همایش رئیسان پارلمان ها، وزیران کار خارجی، مدافع، عدلیه از کشورهای گوناگون جهان، چنین عالمان، سیاستمداران و نمایندگان تشکیلات و سازمان های بین المللی عاید به حقوق بشر شرکت می‌ورزند. خود در ادامه موضوع مهاجرت ضمن ما روز گذشته خیلی معلومات مفصل داده بودیم درباره رجیستراسیون و پتنت گرفتن مهاجران تاجیک در روسیه و همین گونه کم شدن میزان جنایتکاری از سوی مهاجران در روسیه و شما میتوانید این را در یک گزارش مفصل در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید و همین گونه در برنامه خبری که دیروز پیشنهادی شما شده بود. در شهر صفون و ولایت اسماعیلسک یک دختر 14 ساله که از معاش کم مادرش با ولادیمیر پوتین شکایت کرده بود خودکشی کرده است. مطبوعات محلی روز 19 نوامبر نوشت که این نورس از جبر همسیفانش در مکتب شکایت میکرد. دختر نورس با سیره خوب نداشت و همسالانش او را مسخره و سیکلوپ صدا میکردند. او از قبل که خودکشی کند در شبکه‌های اجتماعی با نوشته چرا شما اینقدر آدمانی بد هستید ظاهر شد. اسماعیلسکایا نارودنایا گازета روز گذشته نوشت مادر دختره که از او بدون نام خانوادگی ناتاشا نام میبرند در بیمارستان محلی پرستار بود. بعد آنکه دخترش به پوتین نامه نوشت و آن را به ماموریت پرزیدنت فرستاد، مقامات مادر ناتاشا را برای صحبت دعوت کرده او را سرزنش نمودند. با نوشته نشریه احتمال همین مورد برای کودک ضربه سخت شد. بنابر معلومات تصدیق نشده در جیب دختر نامه را یافتند که میگفت در مرگ او کسی را گناهکار نکنند. معلوم نیست که نامه ناتاشا با شکایت از معاش کم مادرش به پرزیدنت رسیده بود یا نه. وقتی آخر مراجعت مهاجران تاجیک در روسیه برای شناسایی جسد در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است. مهاجران خیرخواه عکس هموطن ففتیده‌شان را با منحی بسته میگذارند و از کاربران فیسبوک یا ادناکلاسنی که میخواهند در پیدا کردن نزدیکان ففتیده کمک کنند. شماره عمومی جسد مهاجران تاجیک فعلا در سردخانه‌های روسیه نگهداری میشوند حساب نشده است، ولی سال 2014 جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه رویخط 500 شهروند تاجیکستان را نشر کرده بود که تنها در مردخانه‌های ولایت مسکو نگهداری میشوند.
محمد صابرов аз ҳомиёни ҳуқуқест ки дар пайдо кардани наздикони ҷасад ва муҳоҷири бемору бекас дар қаламрави вилояти Москва мусоидат мекунад. ӯ рӯзи 20 ноябр гуфт мавридҳои бесоҳиб мондани ҷасади муҳоҷирон дар сардхонаҳои Русия кам нест. вай сарнавишти се муҳоҷирро ба ёд овард ки чанде пеш дар садамаи ба ҳалокат расиданд. ҷасади ду нафари онҳоро шиносоӣ карда ба Тоҷикистон фиристоданд ва яке аз онҳоро на хешовандонаш пайдо шуданд ва ё на касе ки онҳоро мешинохтанд ва аз ин хотир ӯ то ҳанӯз дар сардхона нигаҳ дошта мешавад. яке аз кормандони сардхонаи дар вилояти Москва ба радио Озодӣ гуфт агар касе ба суроғи ҷасад наомад ӯро аз сардхона ба мурдахона мебаранд, то 1 сол нигаҳ медоранд ва сипас ҷасадашро месӯзонанд. хуб то ба ҳанӯз маълум нест ки чӣ қадар ҷасадҳои муҳоҷирони тоҷик ки дар Русия шиносоӣ нашудаанд онҳоро сӯзонданд, вале ба ҳар ҳол оморҳое аст ки ҳамасола садҳо нафар дар ин кишвари муҳоҷирпазир бинобар ҳар гуна мушкилот ва аз беморӣ мефафтанд ва бархи онҳоро ба ватан меоранд ва бархи дигар ҳамин тавр дар Русия ба хок супорида мешаванд. дар Туркманистон паррандаҳои ваҳшӣ ва бузҳои кӯҳиро ки аз кишварҳои ҳамсоя ба минтақаҳои гарми ин кишвар муҳоҷир мешаванд даста ҷамъона шикор ва маҳв мекунанд. асосан онҳое шикор мешаванд ки дар мақомот шиносҳои бонуфуз доранд. бо 5 ва 6 қайиқ омада 500 то 1000 паррандаи ваҳшӣ шикор мешавад, гуфт як шикорчии маҳаллӣ аз вилояти Балкани Туркманистон. ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ паррандаҳои шикоршуда дар бозорҳо фурӯхта мешаванд. ба ҷуз аз паррандаҳо бузҳои кӯҳӣ низ шикор мешаванд ки аз сардии кишварҳои ҳамсоя ба минтақаҳои гарми Туркманистон панаҳ бурданд. хуб ва як хабари дигар ҳам ҳаст. бинандагони азиз, BBC менависад ки дар поёни қувваозмоии дастаҳои Олмон ва Ҳолланд ки рӯзи душанбе бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид, баъзе футболбозон довари бозӣ Овидио Хатагенро ба оғӯш гирифта ҳамроҳ бо ӯ ашк рехтанд. BBC иттилоъ медиҳад ки дар лаҳзае ки дастаҳо ба майдон мебаромаданд, ин довари 38-сола хабар ёфт ки модараш дар Румыния даргузаштааст. вале Хатаган то лаҳзаи охирин вазифаи худро дар майдон иҷро кард ва танҳо баъд аз ба поён расидани бозӣ ашк рехт ва ҳамин гуна футболбозон низ ба ӯ изҳори таслият карданду ӯро ба оғӯш гирифтанд. воқеан ҳамин хеле сахт аст барои як нафаре ки дар чунин лаҳза даргузашти модарашро мефаҳмад. хуб ва дар ин қисмати суҳбат рӯ меорем ба қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз. тибқи қурби муайян кардаи Бонки Миллӣ $1 9 сомониву 42 дирам, €1 10 сомониву 76 дирам ва 1000 рубли русӣ 143 сомониву 40 дирам аст. хуб ташаккур барои он ки моро ҳамроҳӣ кардед. фаромӯш накунед баъд аз 3 соат дигар боз шуморо мунтазир мешавем дар тақдими сархатҳои хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон. рӯзи хуб дошта бошед.